طبیعت با تمام هستیش گواراست و آن بزرگترین نعمتی است که برای موجودات زنده و غیر زنده آفریده شده است. شرایط طبیعت تاجیکستان برای زیست جانوران و پرندگان مساعدت می‌کند. در رساخانه ملی شعبه طبیعت عمل می‌کند که در آن پرنده زیبا هدهد به نمایش گذاشته شده است. هدهد پرنده زیبای طبیعت تاجیکستان به حساب رفته میان ساکنان منطقه‌های کشور با نام‌های هدهد، شانه سرک، مرغ سلیمان نام برده می شود و همچون پرنده افسانوی در سراسر عالم مشهور گشته است. در سرش تاج از پر موجود بوده از دیگر پرندگان به آسانی فرق کرده می شود. درازی بدنش 25-28 سانتی متر، وزنش تا 120 گرم است. دوامناکی عمرش 7-8 سال است. تماشابینان گرامی، اگر شما می خواهید که عاید پرنده زیبا هدهد معلومات بیشتری داشته باشید، مرحمت به آثارخانه ملی.